سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من اسپوکو هستم با اولین گیم پلی لانگ ویدیو چنلم. بچه توی این ویدیو یه گیم پلی مپ فایرینگ رنجه که حالا من با حادث 20 کیل زدم. گفتم واسهتون ویدیوش کنم، با اینکه ویدیو لانگ آپلودش خیلی سخته. حالا هم چون مثلا میتونستم ادیت خیلی زیاد روش ندارم، ولی حالا یه ادیتی زدم که دلتون رو نزنه، خیلی ساده باشه. خب بچه این گیم پلی رو من در واقع میخواستم روش کلا حرف بزنم، ولی خب حالا یه جاییش صدامو قطع میکنم و صدای گیمشو واسهتون میذارم. بچه توی این موضوع که حالا چنلم داره تقریبا 600 تایی میشه، 580 خورده ایه آخرین بار که من قبل این ویدیو دیدم. خب اگه حمایت کنین ممنونتون میشم، چون واسه 600 تا یه دونه بتل پس جایزه میدیم که حالا بهتون میگم که در واقع قرار بتل پس رو جایزه بدیم که توی کامنت ها قرعه کشی میکنیم که حمایت کنید دیگه. 600 تایی بشیم و انشاءالله سابای بیشتر. بچه در این موضوع دیگه حالا نمیدونم ویدیو چقدر ویو بخوره، زیاد ویو بخوره، کم ویو بخوره. میتونم که زیاد ویو بخوره. حالا اگه چالشی مثلا اتچ گانی چیزی خواستید حتما بگید که واسهتون ویدیوشو در بیارم که لذت ببرین از ویدیو. خب من اینجا صدا رو قطع میکنم، شما یکم از صدای گیم پلی داشته باشید. بازم دوباره میام. عمر زنده ای؟ الو چی کار داره؟ واه الان دوباره زنگ میزنم. با همین اتاقک هست. مرسی. فقط نرو اگه اون دیوس اون موقع زنگ نزنه من این خب بهش وقتی یه بار میگی نمیای دیگه تموم شد دیگه. او بلاکش من الان برم بیرون بلاکش میکنم. آجی بیسمون یکی اومده. چی حلقه زمان بره دادش. من بابا ترپ انداخته رو بوممون. وای شاشیدم تو این گیم دیگه. ببین همشون دومگل بودن. حالا هم ببین رو بوم یه طرف انداختن، اینو بهت بگم. بعد دم آهنی و زیر آهنی و بالای آهنی همشون کمپن. بعد واقعا فکر کنم این راندو جمع میکنم دیگه، داشت سوپر که نیستم واقعا با این وضعیت ریجستر تیر. حالا شاید بگین اون راند 2-1 بود شما قبولین، چجور یه راندو نگرفتی که این راندو باختین شد 3-2. یه راندو بچه من ریکورد یعنی گرفته بودم، کل اون راند من نبودم چون اینترنتم رفت کلن. اصلا اینترنت خیلی وضعش خراب بود اون راند. میگم 4 تا یارامو افکی شده بودن دیگه، به خاطر اون منم اون رو نذاشتم تو ویدیو که باختیم. بعد حالا هنسفیری هم بزنید دیگه، رنگ یه سری اتفاقای جایش میفته که دیگه هنسفیری لازم. خب من دیگه شما رو تا آخر ویدیو تنها میذارم، امیدوارم که این گیم پلی لذت ببرین. میگم واسه 600 تایی هم بتل پس رو میدیم، نگران نباشید. حالا یه دونه بتل پس دیگه حالا در حد توانم، ببخشید بیشتر نیست، عذر میخوام همتون. امیدوارم به کسی برسه که حداقل روی اکانتش تا حالا سی پی خرج نکرده باشه که واقعا خوشحال بشه. حالا
دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا حافظ. خدا. نمی‌دونم. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Destroy the objective. دوباره Bomb acquired. از دیروز. آها میخوایم سرعی به هم بچسبونی بزن. فهمیدی؟ زیر چوبی خورده. رانگی رفت پشون دیواره زدی. یکی دیگه لانگی. نرو اسنایپر، نرو. موری وایس نرو. UAV recon ready. اوی بوچی ایچ طرف Ready for the next فقط round. دوست داشتم. حواستون به گیم پلی هست دیگه. هر روند 3-4 تا کیل دارم میزنم. به خاطر این سبک بازی هم که شده یه لایک بزنید که ادامه بدیم پرقدرت. حالا نمیدونم اگه این ویدیو لانگ حمایت بشه، چون حقیقتا نمیدونم حمایت بشه یا نه. اگه حمایت کنید، دوست داشته باشین، ویدیو لانگ گیم پلی رنگ میذارم. حالا یه کوچولو سخته حالا آپلود کردن، شخصا واسه کسی مثل من که مودم نداره، بدون مودم واقعا ویدیو آپلود کردن خیلی سخته. حالا ببینم اگه خوشتون بیاد، ویوش بالا باشه، میذاریم ویدیو لانگ میذاریم، ولی لایک هم بکنید دیگه. میگم این گیم پلی سطحش بالاست دیگه، واقعا حمایت کنید. دمتون گرم، عشق منید. بریم سراغ ادامه ویدیو. رماجی بابا درکی بابا. و واکنش یارو بیلاخ داشت خوبه، همین که واقعا کمک کرد. همینش خوب ترپ ننداخته باشم مثل اون دفعه. وای اون دفعه رو ترپ انداخت. It's all up to you now. Finish the mission. اینا اومد میده همینجوری بگی. نه نمیره. ای نکنم ده دادوش از کانکس نره کانکس. نه همینجا بزن مادرشو. همینجا وایسه میاد بیرون. وای اشتباه کرد. این میدونه بمب و پلنت چجوریه. اومد. برو حاجی برو پشت ماشین. We've lost the bomb. بابا دهیوسی We lost that round, but it's not over yet. Ready up. بک میدادی میزده هر طرفی ممکن میزده. اما اول بار میرفتی. اول اگه میرفتی شاید میشه، ولی اشکال نداره. Defend the objectives. The enemy has the bomb. لاش اوه خیلی حروم زده. اومد ها. تایر برو نه خیلی آدم بی‌نظیری. اوه اینجاست بابا. شاشیدم تو ترپت دعوت.
ترپ ننداخته بود زده بود. الان ببین نره بیرو پلنت کنی. برو بیخو. برو آجی برو از همین وسط برو. از زیر آهنی برو. زیر آهنی بهتره های پلنت بده راحت‌تر می‌تونستی بزنی. ای وای. بمبش اینجا دراب پیدا داشت نه سری پایه. بمبش اینجا دراب بود آجی. دم تایر